هیچ وقت خودتو فقیر نشون نده، حتی اگه واقعا فقیر هستی. این همون حقیقت بیرحمانیه که ماکیاولی میگه ظاهر از واقعیت قوی تره. آدما به چیزی که میبینن احترام میذارن، نه به چیزی که توی درونت هست. یه تصویر قوی و ثروتمند از خودت بساز، خودشون سرخم میکنن. یه ضعف کوچیک نشون بده، همونجا میزننت زمین. لازم نیست واقعا پولدار باشی، کافیه پولدار به نظر بیای. جامعه تحقیق نمیکنه، فرض میگیره. آدما دنبال ذات نیستن، دنبال توهمن. مثل یه پادشاه راه برو، باد مثل پادشاه رفتار میکنن. گاته حرف بزن طور که بقیه فکر کنن تو جوابو میدونی. جامعه صداقت رو جایزه نمیده، تصویری رو که ساختی و جایزه میده. تو بازی قدرت نقابی که میزنی بزرگترین سلاحته. اگه با باور به ارزش خودت جلو بری، هیچ کس جرئت نمیکنه زیر سوالت ببره. اگه تو هم به فلسفه علاقه داری، اینجا بانک ذهنی.